سلام علیکم دوستان عزیز، انشالله که جور صحتمند باشین. ما دیستم از MJ Building and Construction. برای فعلا در منطقه کندولا هستیم، در نمبر 2 ملدرن وی کندولا. دوستان خانه که پسر ما میبینین بسیار یک خانه خوب، لکچری، در تایمینگ خوب، در کوالیتی خوب تمام شده. بریم داخل که چی داره. دوستان عزیز، قبل از اینکه وارد از خانه شیم اینتری سال نیم ماشاءالله یک کلار اینتری داره و همچنان در سمت راست که میم با گفته ما شما یک دونه سالن مردانه داره. های سیلینگ است، ریس سیلینگ هم روش کار شده که خیلی لایتنینگ شده و دیزاین داره و همچنان یک دونه اتاق خواب در سمت راست داره. و اینجا که میبینید دوستان عزیز یک دونه دابل گراج های سیلینگ است که دروازه‌اش هم کستوم مید شده. دوستان عزیز نگفته نمونه که از کل مهمتر ما شما وانیا کسا یک همچین چیزی کار داریم در گراج خو که می وسایل اضافه و چیزای اضافه بلده کمپینگ اینا کسا بتونیم ببریم استوریج کنیم در روف. و دوستان کف از که میبینین کسا هایبرید است که تیمبلوک داره و همچنان در سمت چپ یک دشویی داره، سمت راست یک کیچن دیگه داره، باز هم سمت چپ یک ماستر روم دیگه داره. و دوستان در اینجا که میبینین یک دونه اتاق خواب همراه یک حمام دشویی بسیار مقبول که تایلینگش هم در خوب کوالیتی خلاص شده. از کل مهمتر دوستان در اینجا که میبینین نمی سالون نظر کسل مونین، نمی کیچن نظر کسل مونین، نمی دیزاین نظر کسل مونین. ماشاءالله بسیار در کوالیتی خوب تمام شده. دوستان گفتن همونه که فکر کنم صاحب خانم آورد یک قرآن مران برنج اینجا شده که موو من انشالله بزودی. و دوستان در این سالون لایتنینگ کسل کنین، های سیلینگ و بسیار در کوالیتی خوب است. و همچنان یک دونه اتاق خواب در سمت راست داریم و همچنان در بیرون که میین بسیار یک الفرسکون خوب بسیار زیبا و مقبول داریم. دوستا بیرون از خانه کانکریت هم شده و همچنان نگفته نمونه دوستایی که دنبال یک خانه خوب میگرده که دمی کوالیتی یا بهترتر از این میخوای بر خود جور کنه 100% همراه MJ بیلدینگ در تماس شوین تا ما بتونیم یک خانه رویایی شما را یا بهتر از این برای شما جور کنیم. تشکر.